سلام، امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. امروز دارم میرم سمت فروشگاه دلاراما. دلاراما مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستش که در قسمت‌های مختلف شهرهای کانادا وجود داره و خیلی محبوبه و قیمت‌های نسبتاً مناسبی نسبت به سوپرمارکت‌های محلی داره و با قیمت‌های پایین‌تر میتونید مایحتاج روزانه یا گروسری استورتون رو در واقع خریداری بکنید. پس در ادامه با من همراه باشید. فروشگاه دلاراما به این معروفه که جنساش یعنی نمیدونم از ابتدا $1 بوده بعد تغییر کرد یا نه، به هر حال از $1 داره تا $4-5 نهایتا $6. من وقتی گشتم بیشتر از $6 ندیدم. اینجا وسایل خونه یعنی برای شکل دادن یک خونه که تازه شما به اصطلاح وارد کانادا بشین، از وسایل شستشو، وسایل تزیینی خونه، فرش و پادری و شمع و بالش و برای بیرون از فضای خونه تو باغ و وسایل خوراکی، همه چی اینجا وجود داره که قیمتاش مثلا فرض کنید یه سری چیپس داره اگه پیدا کنم، البته که این یکی از اون چیزاییه که میگم. مثلا الان هر کدوم از اینا رو مثلا فرض کنید الان این لیز $2.50 ولی این بیرون 5 خورده ایه، تقریبا نصف قیمت میده. فقط اون نیست، همه محصولاتش همینه، همه محصولات اینجا نصف قیمت. اینجا وسایل طراحی، نقاشی، هر چیزی که شما تصورش رو بکنید وجود داره. ابزارالات، دستکش برای نقاشی ساختمان، چیزهای دکوری داخل منزل، آشپزخونه. لوازم تحریر، اسباب بازی، همه چیز اینجا هست. وسایل تولد، جشن تولد، گیفت، ظرف ظروفی با مصرف. جالبه که این همه فروشگاه اینجا وجود داره، بینشون به نوعی رقابت هست برای فروش و دلاراما جزو اون جاهاییه که من اولین بار که اومدم و قیمت رو دیدم دیگه از این وقت خرید دارم فقط میام اینجا. وسایل باغبانی، یه چیز جالب که کاملا به شدت خلاف فرهنگ ما و شرایط ما تو ایرانه، قیمت اجناس خونه است. اینجا چون هزینه حمل و نقل گرونه، کسی که میخواد جابجا بشه ترجیح میده همه وسایلش رو یا بفروشه همونجا با نصف قیمت یا کمتر، یا اینکه دونیت کنه این ور اون ور، یا اصلا میذارن جلوی در یه نامه میذارن که مثلا هر کس میخواد برش داره. چون هزینه‌اش برای جابجایی زیاده. خب اینم از فروشگاه دلاراما. ممنون میشم که لایک، سابسکرایب فراموشتون نشه و اگه اون زنگوله رو بزنید میتونید از ویدیوهای جدید اطلاع پیدا بکنید. اگر هم جایی رو میخواین که من بررسی بکنم میتونید توی کامنت ها از من بخواید و حتما یه ویدیو در مورد اون براتون میسازم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.